درآمدزایی در تقسیمات کشوری. سطح درآمد و رونق اقتصادی در مناطق مختلف یک کشور تحت تأثیر عوامل متعددی شکل می‌گیرد. با این حال 3 فاکتور اساسی و مشترک وجود دارند که وجود آنها شرط لازم و نقطه آغازین برای هر گونه فعالیت اقتصادی پایدار محسوب می‌شود. این فاکتورهای بنیادین عبارتند از 1. جغرافیا و موقعیت مکانی، 2. جمعیت و نیروی انسانی، 3. تکنولوژی و فناوری. بین 2 عامل جغرافیا و جمعیت یک رابطه مستقیم و تنگاتنگ برقرار است. به طور طبیعی یک منطقه خشک و بیابانی با کمبود منابع آبی توانایی چندانی برای جذب و اسکان جمعیت نداشته و در نتیجه پتانسیل درآمدزایی آن بسیار محدود خواهد بود. در مقابل یک منطقه حاصلخیز با آب و هوای مساعد و دسترسی به منابع آب به طور طبیعی مرکز تجمع جمعیت و کانون فعالیت‌های اقتصادی می شود. اما عامل سوم یعنی تکنولوژی وارد میدان می شود و معادله را تغییر می دهد. تکنولوژی این توانایی را دارد که بر محدودیت‌های ناشی از جغرافیا و جمعیت غلبه کند. برای مثال در همان منطقه بیابانی می توان با استفاده از فناوری‌های نوین مانند احداث گلخانه‌های پیشرفته و سیستم‌های آبیاری هوشمند شرایط مصنوعی مطلوبی برای کشاورزی ایجاد کرد. حتی مشکل کمبود نیروی کار نیز با بهکارگیری ماشین آلات و اتوماسیون حل شده و چه بسا این کسب و کارهای نوپا خود به جاذبه‌ای برای جذب نیروی انسانی متخصص تبدیل شوند. نتیجه گیری، دستیابی به این 3 عامل تنها سرآغاز راه است. از این نقطه به بعد این مدیریت هوشمندانه و بهکارگیری استراتژی درست است که تعیین می‌کند آیا یک منطقه یا یک کسب و کار می‌تواند از این پتانسیل‌ها بهره ببرد و به درآمد و توسعه پایدار دست یابد یا خیر. بدون مدیریت کارآمد حتی با وجود همه امکانات اولیه ممکن است موفقیتی حاصل نشود. امیدوارم تا اینجا از مطالب خوشتون آمده باشد. حسب با لایک و ارسال به دوستانتون از بنده حمایت کنید.